پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید هر کسی که به فضیلت روزه پی ببرد و به خاطر گرفتن پاداش از خداوند در ماه رمضان روزه بگیرد، گناهان قبلیش بخشیده می‌شود. باید بدونیم که روزه خیلی اهمیت داره. بعضی از آدما ممکنه ندونسته اشتباه کنن. به همین خاطر ممکنه روزه بعضی از آدما مورد قبول خدا واقع نشه. این هم فقط خدا میدونه. واسه این که توی هر شرایطی بتونیم این فریضه رو درست به جا بیاریم، باید خیلی چیزا رو یاد بگیریم. قبل از تماشای این ویدیو کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله را بزنید و برای حمایت از ما فقط کافی است که این ویدیو را لایک کنید و در ادامه با کانال عیسی تیوی همراه شوید. فریضه روزه که یکی از 5 شرط مسلمان بودنه، 1.5 سال پس از هجرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در تاریخ 10 شعبان به عنوان امر واجب تعیین شد. آیه هایی که به واجب بودن روزه اشاره میکنن عبارتند از: ای کسانی که ایمان آورده اید، روزه بر شما مقرر شده است همان گونه که بر کسانی که پیش از شما بودن مقرر شده بود. باشد که پرهیزگاری کنید. روزه در روزهای معدودی بر شما مقرر شده است، ولی هر کسی از شما بیمار یا در سفر باشد به همان شمار تعدادی از روزهای دیگر را روزه بدارد و بر کسانی که روزه طاقت فرسا است کفاره هایی است که خوراک دادن به بینوایی است و هر کس به میل خود بیشتر نیکی کند پس آن برای او بهتر است و اگر بدانید روزه گرفتن برای شما بهتر است. روزه صرفاً در ماه رمضان است، ماهی که قرآن برای راهنمایی مردم و نشانه‌های هدایت و فرق میان حق و باطل در آن نازل شده است. پس آن کس از شما که در ماه رمضان در حضر باشد روزه بدارد و آن کس که بیمار یا در سفر است روزهای دیگر را به جای آن روزه بگیرد. خداوند راحتی شما را می‌خواهد، نه زحمت شما را. هدف این است که این روزها را تکمیل کنید و خدا را بر اینکه شما را هدایت کرده بزرگ بشمارید. باشد که شکرگزاری کنید. سوره بقره آیه 183 تا 185 و چندین آیاتی هستند که در مورد رمضان گفته شده است. سوره بقره آیه 187، سوره توبه آیه 112، سوره مجادله آیه 3 و 4، سوره مائده آیه 89، سوره نساء آیه 92، سوره بقره آیه 196، سوره مائده آیه 95. این آیه ها در قرآن کریم ذکر شدند. روزه باعث می شود که حال و روز فقرا رو بهتر درک کنیم و سعی کنیم که بهشون کمک کنیم تا مشکلاتشون کم بشه. یک ضرب المثلی هست که میگوید آدم سیر از حال آدم گرسنه خبر ندارد. بهتر یادآوری بشه که بین فریضه روزه که توی دین اسلام جایگاه ویژه‌ای داره و موضوع صبر ارتباط نزدیکی وجود داره. با نماز خوندن و صبر کردن از خدا کمک بخواین. آیاتی هستن که میگن به کسانی که صبر میکنن اجر بیپایان و تمام و کمالی داده میشه و روزه هم نصف صبره. روزه متعلق به خداست و خداوند ثوابش رو تمام و کمال میده. این احادیث نشون میدن که صبر بعدی از روزه هست و باعث زیاد شدن ارزش و ثواب روزه میشه. توی بهشت دری هست به اسم ریان که مخصوص روزه دارانه. در حدیثی از صحابه پیامبر اشاره شده که در بهشت دری به نام ریان هست که در روز قیامت فقط روزه داران از اون در وارد بهشت میشن و بقیه انسان ها نمیتونن از اون در وارد بشن. جلوی درهای ورودی بهشت روزه‌داران رو صدا میکنن. روزه‌داران از در ریان وارد بهشت میشن. وقتی آخرین فرد وارد شد این در بسته میشه و هیچ کس دیگه‌ای نمیتونه از این در وارد بهشت بشه. در حدیثی آمده که اگه کسی در راه خدا مالی رو انفاق و بخشش کنه ندایی از درهای بهشت میاد که ای بنده خدا این کار تو کار خیر بود. مسلمانان نمازگزار از در مخصوص نماز وارد بهشت میشن. کسایی که در راه خدا جهاد کرده‌اند از در جهاد وارد میشن. اونایی هم که روزه میگرفتن از در ریان وارد بهشت میشن. کسانی که زکات میدادن از در زکات وارد بهشت میشن. گناه ها ساده نیستن. به همین خاطر باید توی ماه رمضان حواسمون به اعمالمون باشه. اگه کسی مرتکب چند تا گناه شده نباید مرتکب گناه‌های دیگه‌ای هم بشه.
کسی که هم روزه میگیره و هم گناه میکنه ثواب بزرگ روزه نصیبش نمیشه. در گذشته روزه هاتون قضا شده باشه، قضای روزه رو هم میشه به جا آورد. برکت روزه باعث دوری کردن از بقیه گناهان میشه. توبه کردن از همه گناهان و گناه نکردن نعمت بزرگیه. وقتی امکان توبه از همه گناهان نیست، توبه کردن از بعضی گناهان هم نعمته. شاید به برکت توبه از بعضی گناهان بتونیم از همه گناهانمون توبه کنیم. اگه نمیتونیم به چیزی به طور کامل برسیم، حداقل اونو کامل هم از دست ندیم. اگرچه توی دینمون نماز خوندن جایگاه مهمتری از روزه گرفتن داره، ولی هیچ وقت به کسی که نماز نمیخونه نمیگن که روزه هم نگیر. برعکس میگن که نماز نمیخونی حداقل روزه بگیر. کسی که نماز نمیخونه گناه بزرگی رو مرتکب میشه و اگه روزه هم نگیره مقدار گناهانش بیشتر میشه. اگه کسی مرتکب گناهی بشه و بخواد از اون گناهش توبه بکنه ولی در عین حال نتونه از بقیه گناهانش توبه کنه، بهش نمیگن که میتونی بقیه گناهات رو همچنان مرتکب بشی. هرچی مقدار گناهان کمتر بشه همونقدر خوبه. اگه به خاطر ترس از خدا از گناهی منصرف بشین، این نشانه ایمانتونه. حدیث قدسی میگه اگه مسلمونی توی عمرش فقط یک بار از خدا بترسه به جهنم نمیره. به کسی که مرتکب گناه میشه ولی روزه میگیره و یا زکات میده، باید بهش گفته بشه که این کارا رو ول نکنه و انجامشون بده. اگه این عبادات رو انجام نده کاملا از دین دور میشه. آدما رو از دین نترسونین و دین رو بهشون نوید بدین. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده لعنت به کسایی که باعث میشن بقیه از رحمت خدا قطع امید کنن و از دین زده بشن. سعی کنین توی دین سختگیری نکنین، بلکه دین رو آسون بگیرین. روزی جوونی به پیامبر اکرم گفت من نمیتونم از 3 گناه اجتناب کنم. این 3 گناه هم دروغ گفتن، زنا کردن و شراب خوردنه. پیامبر هم به او فرمود از بین این 3 گناه دروغ گفتن رو به خاطر من ترک کن. اون جوون هم قبول کرد و رفت. موقعی که این جوون میخواست 2 گناه رو مرتکب بشه، به خودش گفت اگه این گناه ها رو بکنم و بعداً در محضر رسول خدا بگم که این گناه ها رو نکردم، به اون دروغ گفتم. اگر هم به دروغ بگم که اون 2 گناه رو نکردم، رسول خدا منو مجازات میکنه. پس اون 2 گناه رو هم انجام نداد. کسی که کلمه شهادتین رو به زبان میاره و از ته دل به اون باور داره مسلمون واقعیه. کسی که مرتکب گناه میشه از مسلمون بودن خارج نمیشه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم توی یک حدیث قدسی فرمودن که حضرت جبرئیل به من گفت که به امتت مژده بده اگر مشرک از دنیا نروند وارد بهشت خواهند شد. من هم 3 مرتبه از او پرسیدم که اگر کسی مرتکب زنا و دزدی بشه باز هم به بهشت میره؟ حضرت جبرئیل هم گفت بله، کسی که زنا و دزدی هم کرده وارد بهشت میشه. اگه بعداً شراب هم بخوره باز هم به بهشت میره. و این اصلاً هم به معنی ناچیز شمردن گناهان نیست. باور انسان نمیذاره انسان سمت گناه بره. هر گناهی قلب رو سیاه میکنه و انسان رو به طرف کفر میکشونه و میتونه باعث بشه که انسان تا ابد توی جهنم بمونه. از هر گناهی باید دوری کرد، چون که گناهان باعث خشم خداوند میشن. کسی که مرتکب گناه میشه باید فوراً از اون گناه توبه کنه. کسانی که اینا رو میدونن و همچنان هم دنبال کار حرام هستن، ثواب روزشون کمتر میشه. درباره این بعد تربیتی روزه هم که انسان رو از کارهای حرام و شبهات باز می‌داره، حضرت مولانا چه زیبا گفته است که روزه به خدا میگه ای خدای من، این شخصی که لقمه حلال رو هم بدون اجازه تو نمیخوره و بدون امر تو وقتی تشنه هم هست آب نمیخورد، پس چجوری میشه که دستش رو به سوی کار حرام دراز کنه؟ روزه نفس حیوانی انسان رو کنترل میکنه و یک جور انضباط روحی است که احساسات پنهان انسانی مثل مهربانی و بخشش رو آشکار میکنه. روزه باعث میشه قدر نعمتها رو بدونیم. باعث میشه که انسان شکر و سپاس یادش نره. روزه باعث میشه حال فقرا رو بفهمیم، به فریاد محرومان و محتاجان برسیم و بخشش توی دلهامون بیدار بشه. روزه به همون میگه که همه مرحمت و مهربانیمون رو واسه علایق زود گذرمون خرج نکنیم. روزه حس کمک به بیچاره های بیکس رو توی ما زنده میکنه.
روزه گرفتن نشان خلوص توی بندگی است. روزه جلوی طوفان‌های حرص و طمع رو درون دلها میگیره و یک مکتب تربیتی هم هست که فایده صبر کردن رو بهمون یاد میده. مهمترین وجه این مکتب که نفسها رو تربیت میکنه اینه که انسان معتقد رو در معرض یک سری امتحانات قرار میده. اگر انسان این امتحانات رو با موفقیت پشت سر بگذاره و با صبر به مشکلات غلبه کنه، به همون نسبت حقیقت روزه رو هم میفهمه. حدیث قدسی درباره انسان روزه‌داری که با صبر از این امتحانا عبور میکنه میگه وقتی که روزه هستین حرف زشت و ناپسند نزنین و با بقیه دعوا و مرافعه نکنین. اگر کسی ببینه یک نفر داره بهش فحش میده و باهاش دعوا میکنه، باید بهش بگه که من روزه هستم. هدف از آفرینش انسان عبادته. عبادت رو میشه با انجام دادن فرایضی مثل نماز، روزه، زکات و حج که در زمان مشخص، مکان مشخص و تحت شرایط معینی انجام میشن به جا آورد. و یا عبادت خدا رو میشه توی هر زمان و مکان و به هر شکل دیگه‌ای بدون اینکه اصلاً ثبت بشه به جا آورد. مثلا انجام دادن اموری مثل ذکر خدا رو گفتن، به پدر و مادر خود نیکی کردن، تو شهادت دادن و وزن و عیار کردن درستکار بودن، مشروب نخوردن، مواد مخدر استفاده نکردن، قمار نکردن، دزدی نکردن و آدم نکشتن. اینکه گفته شده روزه باعث دوری از بدیها و کار حرام میشه، اشاره به جایگاه عبادت و تأثیر اون توی زندگی فردی و اجتماعی فرد داره. خداوند انسان رو از طریق نماز پنجگانه‌ای که در طول شبانه روز میخونه از کارهای حرام و از گستاخ بودن حفظ میکنه. روزه هم باید انسان رو از بدیها و کارهای حرام باز بداره. پیامبر اکرم فرمودند که روزه مثل سپر میمونه. اگر روزه گرفتین، حرفای رکیک و زشت و دور از ادب نزنین، داد و فریاد راه نندازین، دعوا نکنین. اگر کسی روزه بود و یک شخص دیگه بهش فحش داد و باهاش دعوا و مرافعه کرد، باید بهش بگه که من روزه هستم. روزه ویژگی هایی داره که فرد رو ترغیب میکنه تا روزه بگیره. توی یک حدیث قدسی به وضوح بیان شده که روزه ادب و اخلاق انسان رو زیباتر میکنه. اگر روزه شخص رو از حرفا، رفتارها و اعمال زشت و قبیح دور نکنه و ادب و اخلاقش رو زیباتر نکنه، پس به هدفش نرسیده. روزه این چنینی ثوابی هم نداره. پس انسانی که روزه میگیره باید از دروغ گفتن، شهادت دروغ دادن، غیبت کردن، افترا بستن، مکر کردن، فریب دادن، حرفای رکیک و زشت زدن و رفتارهای مشابه دوری کنه. توی کار و معاملاتش، توی قول و قراردادهاش، توی خرید و فروشهاش درستکاری و صادق باشه. خداوندا در این ماه پربرکت رمضان گناهان ما را ببخش و همه بلاها رو از سر ما دور کن و همه عالم بشریت را به راه راست هدایت فرما. آمین یا رب العالمین. خیلی ممنون که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردید. اگر از این ویدیو خوشتون اومده باشه، با زدن دکمه شیر به دوستانتان این ویدیو رو نشان بدهید. برای دیدن ویدیوهای جدید و جذابتر روی یکی از این ویدیوها کلیک کنید و برای عضو شدن به این کانال روی عکس کانال کلیک کنید. با تشکر.